گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 19. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. انقراض امپریای اسکندری مقدونی و عاقبت فتوحات مقدونی ها. اسکندر در دولتداری خود از تجربه هخامنشی ها به طور وسیع استفاده کرده بابل را پایتخت نو خود اعلان نمود و به متحد کنی امپریای بزرگ آغاز کرد. با این مقصد سال 324 پیش از میلاد در برابر یونان و مقدونی ها، باختری ها، سغدی ها و دیگر خلق های آسیایی میانه را نیز به خدمت حربی جلب نمود. از حساب اشرافزادگان محلی 30,000 جوانان را به طرز مقدونی مسلح نموده به دسته های عسکران سواره تقسیم کرد. اسکندر در حدود اشغال کرده‌اش همچون استحکام و تکیهگاه چندین شهرها را با نام خود اسکندریه ها بنیاد نمود. طبق نوشته مؤلفان یونانی شماره چنین شهر استحکام ها در حدود سغد و باختر 8-12 عدد را تشکیل میداد. از جمله اسکندریه اقصی، اسکندریه آریایی هرات، اسکندریه لب آمو تخمینا در ناحیه های تیرمیز یا کولاب، اسکندریه باختر، اسکندریه مراغه، بیرملی حاضره. اسکندر در این شهرها تا 20,000 عسکری پیاده نظام و 3,000 سواره را جایگیر نمود. اکادمیک باباجان غفورov تاکید می نماید که دولتی تشکیل کرده اسکندر یک اتحاد تصادفی خلق و قوم‌های گوناگون بود و کوشش‌های او برای تشکیل یک دولت واحد و استوار نتیجه نداد. این نااستواری همانا بعد مرگ اسکندر که سال 323 پیش از میلاد به وقوع آمد ظاهر گردید. امپریای بازوری شمشیر بنیاد نموده اسکندر به چندین ملک و دولت‌های علاهیده تقسیم شد. با خبر مرگ او می نویسند مورخان قدیم بربری ها اولین شده شهر اسکندریه مروانی را که در ساحل دریای مرغاب بود خراب کردند. در قلمرو آسیا شورش های مردمی به وقوع آمدند. برای به دست آوردن حاکمیت عالی بین سرلشکران اسکندر مبارزه دور و دراز سر شد. در اول حاکمیت عالی امپریا به دست دیاداخ ها وارثان و اپیگان ها وارث وارثان گذشت، ولی در نتیجه سر شدن مبارزه حاکمیت تلاشی
یگان نفر از سرلشکران حاکمیت پوره عالی را نتوانست به دست آورد. سال 301 پیش از میلاد در محاربه خونین دو گروه اساسی دیاداخ‌ها در نزدیکی ایپسی فریگیای کبیر، امپریای اسکندر آوازدار به 3 دولت مستقل مصر، مقدونیه و سوریه سلفکیان تقسیم می شود که آنها را در تاریخ دولت‌های ایلینی می نامند. دایر به عاقبت استیلای سرزمین آریانشین از طرف یونان و مقدونی ها در ادبیات علمی اندیشه های گوناگون جای دارند. عالمان کشورهای اروپایی اساساً لشکرکشی اسکندر را همچون حادثه پیشقدمانه پروگرسیوی توصیف نموده آن را امری واقعی می دانند. اما آنها از پهلوهای دیگری لشکرکشی های اسکندر که آن اساساً با مقصدی به یونان تابع نمودن کشورهای شرق به دست آوردن راه‌های نوی تجارت بین الخلقی مطیع و استثمار نمودن خلقهای مشرق به غارت بردن ثروت که با راه قتل عام اهالی به وقوع آمده بود چشم می پوشند. یونان و مقدونی ها برابر استیلای مشرق زمین اصولهای گوناگون مطیع و استثمار نمودن اهالی از جمله به کار بردن زوری، مجبوریت‌های نامحدود علاوگی، استفاده اسیران با راه فروختن و به محل‌های دیگر فرستادن آنها که در جامعه غلامداری یونان جای داشتند نیز با خود آوردند. بیشتر از همه عالمان غربی دایر به تأثیر پیشقدمانه فرهنگ یونانی حرف زده قریب همه دستاوردهای بعدینه این سرزمین را نتیجه همین تأثیر می دانند. اکادمیک باباجان غفوروف در اینجا تاکید می نماید که ما تأثیر فرهنگ یونانی و آمیزش آن را با فرهنگ شرقی انکار نمی کنیم، اما آگاه می نماییم که مملکت های شرق نیز صاحب فرهنگ زیاده از 1000 ساله‌ای خیلی پیشرفته بودند و این فرهنگ با مدنیت یونان و دیگر مملکت های غرب نیز تأثیری بزرگ و همه جانبه رسانیده است. مدنیت به نام ایلینی این صاف مدنیت یونانی نیست، بلکه نتیجه آمیزش دو مدنیت یونانی و شرقی می باشند. در رشد و پیشرفت مدنیت ایلینی نقش خلقهای آسیایی میانه نیز خیلی برجسته می باشد. دایر به نقش این خلقها کاوش‌های باستانشناسی هر سال مواد نو و تازه تصدیق کننده را پیشکش می نمایند. مخصوصاً مواد باستانشناسی اثبات می نماید که بسیاری از عنصرهای شهرسازی خیلی پیشتر از دوره ایلینی در شرق تشکل یافته بودند. برابر آن رسم و عادتهای مذهبی مردمان آسیایی میانه و ایران به عقیده های دینی یونانیان، ریمی ها و بعداً پیدایش و رشد آیین نصرانی تأثیری برجسته گذاشته است. در ادبیات، صنعت، فلسفه و دیگر رشته‌های علم و فن یونانی و اروپایی نیز تأثیر شرق قدیم مشاهده می شود. به سبب نیست که عالم شناخته و ترن ویلیام وودتارپ 1869-1957 مورخ ایلینی شناس شناخته بریتانیایی مؤلف کتاب تمدن ایلینی که خود محقق مدنیت ایلینی بود چنین می نویسد: در این ساحه شرق فاتح خود را اسیر نمود. این حرکت ممکن است تا حدی مسیحی به اوج خود نرسیده باشد، ولی در ظرف تمام دوره ایلینی تا رفت بالا می رفت. باب سیوم، یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. یکم، آسیایی میانه در هیئت دولت سلفکیان. اکادمیک باباجان غفوروف در این زیرباب دایر به
پراکنده شوی ایمپریای اسکندری مقدونی و در ویرانه های آن تشکیل یافتن دولت سلفکیان معلومات می دهد. او تأکید می نماید که سلف یکی از سرلشکران اسکندری مقدونی بود و سال 312 پیش از میلاد ساتراپی بابلیستان تعیین گردید. از این بعد مدت 9 سال او آهسته آهسته حاکمیت خود را به غرب و شرق از جمله به ایران و آسیای میانه پهن نمود. اما در آسیای میانه او به مقابلت شدید دچار آمده با راه جنگ به تابع ساختن این ملک ها شروع نمود. مؤلفان یونانی می نویسند که سلفکی یک بر بابلیستان ظفر یافته قوه خود را افزود، باختر را تسخیر کرد، پارت و سوغد را هم زیر دست آورد، ولی کوشش تسخیر هندوستان شمالی از طرف او قرار نگرفت. مؤلف تاجیکان می نویسد که متاسفانه در تصویری پوره تاریخ دوره سلفکیان مشکلات کم دسترس بودن مأخذها جای دارند. چون این حالت در آموزش تاریخ آخری عصر 3 و میانه عصر 2 پیش از میلاد آسیای میانه نیز جای دارد. معلوم است که با سبب نهایت وسیع بودن حدود دولت، سلفکی یک سال 293 پیش از میلاد پسرش انتیاخ را والی ملک های شرقی تعیین نمود. انتیاخ پسری دختری سپیتامین اپامه بود و از این رو آسیای میانه برای او کشوری اجدادی محسوب می یافت. اما در شرق بر ضد سلفکیان اسیان‌های زیاد سر زدند و انتیاخ اکثر آنها را پخش نمود. سال 280 پیش از میلاد بعد وفات سلف انتیاخ حاکم مطلق می شود. در زمان او هم جبر و ظلم نسبت به مردم محلی کم نمی گردد. او نیز اساساً توسط دسته های حربی حاکمیت خود را نگاه می داشت. در دوره 20 ساله حکمرانی انتیاخ یک سالهای 280-261 پیش از میلاد دقت بیشتر به ملک‌های غربی که در آنجا جنگ‌های پی در پی به میان می آمدند روانه می گردد. از این رو به ملک‌های شرقی از جمله آسیای میانه کم توجه ظاهر می یافت. این امکان داد که ملک‌های آسیای میانه بیش از پیش قوت گیرند. خواجگی، کشاورزی، هنرمندی و تجارت رو به انکشاف نهند. ملک‌های آسیای میانه ناوابسته از در کنار بودنشان در دولت سلفکیان مقامی مهم را اشغال می نمودند. برای همین سلفکیان در راه بزرگ تجارتی که از ساحل دجله به باختر می رفت منزل و شهرهای نو بنیاد نمودند. این معنای آن را داشت که آسیای میانه برای سلفکیان هم از جهت حربی و استراتژی و هم از جهت اقتصادی اهمیت مهم داشت. برابر آن سلفکیان در ردیف یونانیان نمایندگان اعیان و اشراف محلی را نیز به اداره کنی دولت جلب می نمودند. گرچند تکیه‌گاه اساسی آنها قرارگاه‌های حربی یونانیان کاتایکیه ها بود. عموماً دوره حکمرانی سلفکیان برای سرزمین آسیای میانه زمانی برقرار کنی قوه‌های استحصال کننده مملکت بود که در نتیجه استیلای یونان و مقدونی‌ها خراب گردیدند. از طرف دیگر محض در روند مبارزه ضد سلفکیان اتحاد خلق‌های شرق ایرانی، باختریان، سوغدیان، پارت‌ها و دیگر قوم‌ها به وجود آمد. دوم، دولت‌های یونان و باختر و پارت. پیدایش و تاریخ دوره‌های اولی پارت و یونان و باختر. عالم نکته سنج باباجان غفوروف تأکید می نماید که دایر به پیدایش و تاریخ دوره اولی دولت‌های پارت و یونان و باختر سرچشمه‌های تاریخی
مخصوصاً مؤلفان یونانی معلومات گوناگون منظور می نمایند. محققان دایر به واقعه های آن وقته آسیای میانه بیشتر به یک نوشته یوستین تکیه می نمایند. یوستین می نویسد: سپس دیادات نیز جدا شد، یعنی از سلفکیان، که حاکمی 1000 شهرهای باختر بود و فرمود او را پادشاه خوانند. به عبرت او از مقدونیان تمام مردم شرق جدا شدند. در آن دوره ارسک نام آدمی بود بیزاد، ولی با شجاعت که عادتاً راهزنی و دزدی میکرد. شنید که سلفک یعنی سلفکیدو در آسیا شکست خورده است. دیگر از پادشاه باکی نکرده به پارتها با دسته راهزنان در افتاد. بر حاکمی آنها اندرگار غالب آمد، او را به قتل رساند و حاکمیت را بر خلق یعنی پارتها به دست گرفت. به اندیشه باباجان غفوروف در این متن یوستین ناروشنی های زیاد جای دارند، مخصوصاً دایر به سالهای جداشوی یونان و باختر، وقتی به عمل آمدن واقعه های دیادات و ارشک و امثال آنها. معلوم است که از مبارزه بین دو برادران سلفکیدو و انتیاخی گیرکس برای تخت شاهی استفاده نموده پارتها با راهبری اندرگار نام یونانی از دولت سلفکیان جدا می شوند. احتمال است که واقعه های دیادات تقریباً سال 256 پیش از میلاد و واقعه های ارشک قریبی های سال 250 پیش از میلاد به وقوع آمدند. در بین محققان دایر به این مسئله ها و خصوصیت آن دو اندیشه جای دارد. عالمان انگلیس گ مکدانالد و و ترن در زمینه تنگه‌ای در باختر با سرحرف نامی دیادات سیکه زده شده پیشنهاد می نمایند که هنوز در آخری دوری حکمرانی سلفکیان اقتدار و استقلال وارث مذکور به مراتب افزوده نهایت صاحب اختیار گردیده است. اما عالم هندوستانی ناراین این اندیشه را رد نموده می نویسد که سرحرف د این اشاره به ضربخانه است و در حالت اعتراف استقلال وارث نام پوره او سیکه زده می شود. در برابر این عقیده های دیگر نیز موجودند. در یک قطار تنگه های دوره سلفکیان به جای صورت پادشاه صورت دیادات نیز آمده است. باباجان غفوروف اظهار می نماید که اندیشه های خود را دایر به این مسئله به شکل مفصل هنوز در کتاب تاریخ خلق تاجیک نشر سال 1955 پیشنهاد نموده بود. مضمون آن این است که واقعاً در باختر وارثان سلفکیان صاحب قوه توانای حربی یونانی بودند و دیادات محض همین قوه حربی و اعیان و اشراف یونانی شده محلی باختر و سغد را که نیز روحیه جدای خواهی داشتند استفاده برده سروری حرکت آزادی خواهی گردید و با این راه باختر را از سلفکیان جدا کرد. البته در چنین حرکت و پیش از همه در مبارزه ضد ظلم دو طرفه و برای استقلال مردم محلی نیز شرکت فعال داشتند. تاریخ دوره اول دو دولت مستقل یونان و باختر و پارت به هم پیچیده است. مؤلفان یونانی می نویسند که ارسک باختری بود و از شاه باختر دیادات می ترسید و به قول استرابان برای خلاص شدن از قدرت روز افزون دیادات و وارثان وی در پارت اسیان کرد. دیادات یک آنقدر طولانی حکمرانی نکرده است و پس از او پسرش دیادات دو به تخت نشست. ولی تا حال سیکه شناسان معین نکردند که تنگه های عکس دیادات داشته کدامش به شاهی کلانی و کدامش به پسر او تعلق دارند. از طرف دیگر چگونه مستقل شدن پارت نیز معلوم نیست. دایر به تاریخ اولی پارت امروز اساساً 3 عقیده جای دارد.
مؤلف بهترین اثری تحقیقاتی دایر به تاریخ سیاست پارت ان دیپ وایس. شکل درستی اسم این عالم نلسون کرل دیپ وایس 1903 1992 است. او مورخ، شرقشناس، انتیقه‌شناس امریکایی بوده، مؤلف اثرهای تاریخ سیاسی پارت و شاهیگری پارت می باشد. می نویسد که به خود یونانیان حقیقت تاریخی این عقیده ها کاملا پوشیده بود. همین طریق در زمینه معلومات موجوده می توان روشن نمود که در میانه های عصر 3 پیش از میلاد ساتراپ پارت خواسته است از سلوکیان جدا شود و عیناً در همین دوره نیز باختر از سلوکیان جدا می گردد. با معلومات مخصها در پارت حاکمیت را ارسک به دست می گیرد که به گفته استرابان اصل و نسب او از کوچمنچیان دخ یا خود پرندخ ها و یا باختری بود. یوستین ارسک را شخصی بیزاد ولی با شجاعت نامیده می نویسد که به پارت در افتاد و بر خلق پارت حکمران شد. آریان باشد می نویسد که برادران ارشک و تیریدات از ساتراپ سلوکیان حقارت شنیدند و پس از این 5 شریک خود را به یاردم جغ زده تحقیر کننده خود را کشتند و خلق را به شورش برخیزانیدند. اما در جای دیگر استرابان می نویسد که اول ارسک عاجز بود، زیرا مدام با آنهایی می جنگید که ملکشان را کشیده گرفته بود و دیری نگذشته او هلاک می گردد و من بعد شاهان پارت با نام ارسک ها یا ارشک ها و سلاله با عنوان ارسکیان یا ارشکیان و در سرچشمه های شرقی بیشتر با نام اشکانیان مشهور می گردد. پس از ارسک که اساسگزار سلاله محسوب می یابد، برادرش تیریدات به سر قدرت می آید. یوستین نیز می نویسد دیری نگذشته ارسک یعنی تیریدات یک ملکی گیرکان را نیز تسخیر کرد. به همین طرز ارسک بر 2 دولت سرور شده لشکری بزرگ جمع آورد، زیرا هم از سلوک و هم از شاه باختر دیادات بیم داشت. همین طور معلوم است که 2 دولت جوان در ابتدا مخالف هم بودند. شاید هر یک آن میخواست حکمران یگانه آسیای میانه باشد. مخصوصاً حاکمان پارت در اول بیشتر از دیادات یکی باختری هراس داشتند. پس از مرگ دیادات یک و فشار سلوکیان به این 2 دولت جوان، مناسبت یونان و باختر و پارت تغییر می‌یابد. به قول یوستین بعدی به تخت نشستن دیادات 2 پسر دیادات 1 با پارت شرطنامه صلح می‌بندد. زیرا در همین وقت سلوکی 2 با مقصد از نو همراه کردن ناحیه‌های آسیای میانه به طرف شرق لشکر کشید. اما سلوکیان این دفعه به مقصد نرسیدند، زیرا پارت عقیبگاه خود را مستحکم نموده بود و حمله آنها را برگرداند. در اول تیریدات 1 به ملک اپسیاک های صحرانشین در شمال پارت عقیب میشند و سپس برگشته به سلوکی 2 شکست میدهد. از طرف دیگر وضع داخلی دولت یونان و باختر آنقدر آرام نبود و سبب دیگری بستن شرطنامه با پارت از طرف دیادات 2 نیز در همین بود. ولی نابسته به این، یفتیدیم نام دشمن اساسی دیادات 2 که دربارش معلومات گوناگون موجود است، تبدلات دولتی گذرانیده حاکمیت را صاحب می شود. پالیبی از نام خود یفتیدیم چنین نقل می کند: نه من اول زید پادشاه خستم، برعکس حکمران باختر برای همین شدم که اولاد چند خائن را قیر کردم. این گفته ها اشاره به آنند که یفتیدیم اولاد شاهان اول یونان و باختر را پررن نابود کرده است. بابا جان غفورов اشاره می کند که در بین عالمان دایر به این واقعه
تخمین‌های گوناگون جای دارند، اما درستش آن است که از طرف یفتیدیم کشته شدن دیادات دو باعث ویران شدن مناسبت‌ها با پارت گردید. شاید زد و خورد حربی نیز میان دو دولت به وقوع آمده باشد. تصویری تاریخی من بعده این دولت‌ها نشان می‌دهد که در دوره یفتیدیم دولت یونان باختر در غرب آریانا، مراغه و احتمال اسپیان و توری ورا نیز در بر می‌گرفت. یفتیدیم در آسیای میانه نیز ملک زیادی را صاحب بود که مرکز آن همانا باختر محسوب می‌یافت. ممکن است که سوق و بعض ناحیه‌های همسایه نیز در این دوره به هیئت آن داخل می‌شدند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 19. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.